سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. لطفا سابسکرایب، لایک، کامنت کنین. میخوام نظرم راجع به اسکای فایبر بگم، تجربه این چند روز استفاده. یه گیم ریلود فانم بریم. نظرم زیاد به درد نمیخوره، همون بریم نده سیم کارتی بگیریم باز بهتره. مثل سیم کارتی هم سرعت بالاتر هم میشه، این یه خوبتریه، میتونی استریم هم کنی، ولی این یکی زیاد به درد نمیخوره. از نظر من نخرید بهتره. اسکای فایبر بی خودیه، یه چیزی کلاه برداری مانند داره. یا اول شانس داداشمون شاتخانه از کجا برد؟ خب رایفل خوبی داد. آره حالا زیاد به درد نمیخوره، دیگه کوتاهیه، چون احتمال دست شدنم بالا. دیگه این امکانات نیست. بابت به هم ریختگی تفاهم میخوام از غیبت درستش میکنم، باز تنظیمات OBS هم به هم ریخته. آلدمش و خلاصه بهتون میخوام بگم زیاد به درد نمیخوره، نخرین الکی، و امیدوارم ویدیو خوبی باشه. نظرم که پیشنهاد نمیکنم براتون اسکای فایبر شده رو. فعلا خداحافظ. سابسکرایب، لایک من زیادتون ندارم.